سلام بچه‌ها، من بنیامین هستم با یه ویدیو جدید. موضوع این ویدیویی که در پس 21 دریبل زیدانی به شما یاد بدم. اول میرید داخل تنظیمات دستتون، بعد گزینه اوتوفنت رو آن میکنید و بعد میایید داخل بازی. همه بازیکن‌های داخل PS میتونن این دریبل بزنن. ما میخوایم با مسی بزنیم. اول آنالوگ سمت چپ یا همون L3 رو به سمت راست میگیریم و آنالوگ R3 رو به سمت راست، بعد L3 رو به همون سمت نگه میداریم و الان مسی دریبل زیدانی زد. اگه بخوایم به این ور بریم به سمت چپ، L3 رو به سمت چپ نگه میداریم، بعد R3 رو به سمتش میگیریم و اگه بخواید دوباره به این ور برید همون رو میرید R3 رو به سمت راست و L3 رو دوباره به همون سمت میبرید. باید R3 رو نگه یا همون L3 رو نگه دارید و دریبل رو برید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، فعلا.